سلام دوستان، قطعه 97 و 98 دستگاه 250 تن ضربه ای مرحله اولش برش میخوره و قطعه رو آماده میکنه. بعد از اینکه برش خورد میاد مرحله دوم. مرحله دوم به دو قسمت میشه، چپ و راست، 97 و 98. بعد از مرحله دوم که فرم خورد میریم برای مرحله سوم. مرحله دوم فقط فرم میده. مرحله سوم دستگاه 250 تن 3 هیدرولیک. اینجا قطعه رو روی قرار میدن و قطعه رو تو قالب که گذاشتن رو قرار هست. شاسیاری که میزنن لبه های قطعه برمیگرده به سمت داخل و یک پانچ بیزی شکل روش ایجاد میشه که میشه این قطعه. الان رو قرار میذارم. بعد از اون که رو قرار گذاشتن شاسی رو که بزنی لبه برمیگرده داخل و یک پانچ ایجاد میشه. این قطعه الان آماده است، 97 و 98، این چپ و راست. بعد از این مرحله پریسی یه سمتشو میزنن، بعد میبرن داخل انبار. کارشناسا میبینن و تایید میکنن، داخل پالت ها میچینن و آماده ارساله برای سرشاسی خودروها.